آقا درود به همگی. ویدیوهای قبلی ما رو دنبال کنید. من در خصوص اسب واسهتون توضیح میدم. امروز میخوام یه چیز جالب واسهتون توضیح بدم از مانش. ببین این یه مانش سوارکاریه برای بچه‌هایی که تخصصی پرش با اسب کار میکنن. این خیلی چیز مهمیه، یعنی ما خودمونم همیشه اینو خیلی دقت میکنیم. نگاه کنید، این یه نوع خاکیه، بهش میگن، نگاه کن چقدر جرم مولکولیش سبکه، بهش میگن سیلیس. چون جرم مولکولش خیلی کمه، یه بستری رو فراهم میکنه برای اسب که نه زیاد سفته نه زیاد نرمه. یعنی نگاه کنید یه خاصیت الاستیک هم داره. حالا من زیاد تخصصی براتون نمیخوام توضیح بدم، ولی بیشترین چیزی که اسبای ورزشی آسیب میبینن از تاندون ها و از این پاهاشونه. معمولا مانش بیشترین نقشو داره این. حالا اینجا تو مانش ما ببین یه سری الیاف هم استفاده میکنن، یه سری الیاف پارچه‌ایه که از اینا هم استفاده میکنن. نگاه کنید، از اینا هم استفاده میکنن که این مانش نرمتر باشه. این مانشی که میبینید هر روز یه دستگاهی هست میاد این مانش رو تراز میکنه و صاف میکنه و قبل از اینکه بچه‌ها بخوان سوارشن آبپاشی میشه برای اینکه اسب بتونه حرکت بهتری داشته باشه. یکی از چیزهای خیلی مهمه توی اسب که بتونید همچین مانشی داشته باشید. باشگاه بهتر مانشای بهتری دارن. هرچی مانش بهتر باشه اسب آسیب دیدگیش کمتر میشه و همین که خودش حرکت آزادتری رو داره، راندمانش بالا میره، عملکردش بالا میره. بازم بهتون توضیح میدم، چیزای زیادتری بهتون یاد میدم. ما رو دنبال کنید، سابسکرایب یادتون نره.